یکی از چیزایی که خیلی دلم می‌خواست عوضش کنم مبلمون بود. مبل قبلیمو که داستان خریدش رو میدونید. خلاصه که 6 سال پیش خریدیمش و من اصلا نبودم و خبر نداشتم. آقایونم که میدونید خیلی دقت نمی‌کنن. خلاصه که چون مستقیم رفتن و از یکی از کارگاه‌های تهران گرفتن خیلی مشکل داشت. از پارچش هم نگم براتون، کافی بود یه قطره اشک بریزه تو باید کل مبل شامپو فرش می‌کشید تا لکش از بین بره. هفته پیش که می‌خواستیم مبل بخریم تو دیوار با فروشگاه تهرانی آشنا شدیم که توی جماران رشت هستن و تو اولین دیدار از بس که خانم و آقای خونگرمی بودن انگار چند سال میشناسیمشون. وقتی دغدغه‌مو بهشون گفتن خیالم راحت کردن که اصلا همچین پارچه‌ای موجود نداره و مبلمو با ضمانت کتبی برام ارسال کردن. تو فروشگاه مبل تهرانی هر مدل مبلمانی که بخوای با بهترین متریال براتون اجرا میکنن و ضمانت کیفیت هم بهتون میدن. مثلا من این مبلمو فقط 22 تومن گرفتم. هر جای مبل با این کیفیت قیمت زدم از 34 تومن شروع شد. خلاصه که مبارکمون باشه. اگه شما هم قصد خرید مبل مال و سرویس خواب و اکسسوری یا هر چیز دیگه ای دارید حتما سر پیجشون بزنید که تو کپشن تگ کردم. نصف مبلغ رو پرداخت میکنین، باقیش هم میتونید بدون ضامن فقط چک صیادی بدید.